سرخط مهمترین خبرها: پیدا شدن ماشین از دریای نورآباد بعد 10 روز ناپدید شوی، حماس شرط‌های اسرائیل را برای آتش بس رد کرد و تأثیرات مهاجران از سالی که گذشت. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 22 دکبر است. برنامه را با یک خبر شروع می‌کنیم که در سرخط رسانه‌های جهانی است. یک جوان مسلح دیروز 21 دکبر در بخش فلسفه دانشگاه کارل چیخ در مرکز شهر پراگ تیرپرانی کرده است. در این حادثه بیش از 15 نفر کشته و 24 کس زخمی شدند. وزیر امور داخلی چیخ ویت راکوسن به خبرنگاران حادثه را فاجعه بزرگ نامید و گفت جمهوری چیخ هیچگاه شاهد چنین حادثه نبود. مقامدار چیخی افزود تیراندازی با تروریسم بین المللی پیوند ندارد. حمله‌ور که از دانشجوی 24 ساله بخش تاریخی دانشگاه کارل نام میبرند نیز کشته شده است. شهردار پراگ بوهوسلاو سوابودا میگوید حمله‌ور حین سرازیر شدن از بنا جان باخت، اما شاهدان عینی میگویند او اول هدف تیر قرار گرفت. انگیزه تیراندازی او معلوم نیست، اما رئیس پلیس میگوید سلاحش قانونی بود. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای فرار مردم را از بالای پل کارل، یک از مرکزهای سیاحی و سرآدم شهر پراگ دیدن ممکن است. در عکس دیگر یک گروه تقریبا 6 نفره دانشجویان از تیره‌های بینای 5 آشانه به بیرون برآمده در بالای دیواری باریک و یک جای خطرناک پنهان شدند. پیوندان سهراب یوسفوف، مهاجر تاجیکی که در پی جنجال در بازار صدوادی مسکو بازداشت شد، از تاجیکستان به روسیه رفتند. یکی از نزدیکان سهراب بر ادعای آزادی گفت خورسند یوسفوف، پدر این مهاجر، روز 20 دکبر به مسکو رسید ولی تا حال نتوانسته است با پسرش واخورد. نزدیکان سهراب یوسفوف 21 ساله تلاش دارند برای حمایت او ادوکت بگیرند. این مهاجر تاجیک 15 دکبر امسال در بازار صدواد شهر مسکو بازداشت شد. به فرضیه تفتیشات این راننده از تاجیکستان هنگام سنجش حجت به افسر میلیسا اطاعت نکرد، با بالایش ماشین راند و به حیات و سلامتی او خطر ایجاد کرد. اما نزدیکانش این را رد میکنند و میگویند این ماموران پلیس بودند که سهراب را شکنجه کرده بعداً بازداشت نمودند. دادگاه سهراب یوسفوف را بر اساس 2 بند کد قانون جنایی روسیه دستگیر و تا نیمه ماه فوریه سال 2024 به حبس گرفته است. به جز او زیاد از 70 مهاجر تاجیک نیز دستگیر شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید نجات دهندگان از دریای در ناحیه نورآباد ماشینی را پیدا کردند که 1 هفته پیش ناپدید شده بود. به اطلاع منبع ماشین تمغه نکسی تخمینا روزهای 11-12 دکبر هنگام حرکت از سمت دوشنبه به سوی نورآباد به دریا سرازیر شده است. گفته می شود این نقلیات به یک ساکنی 30 ساله دهه دربند نورآباد تعلق دارد. در خبرنامه کمیته حالتهای فوق‌العاده آمده است جسد راننده تا حال پیدا نشده است و کارهای جستجویی ادامه دارند. گروه فلسطینی حماس پیشنهاد اسرائیل را درباره آتش‌بسی 1 هفته‌ای در نوار غزه رد کرد. در این باره نشریه وال استریت ژورنال با تکیه به منصبداران مصری خبر داد. روز چهارشنبه اسماعیل هنیه، یکی از رهبران حماس در شهر قاهره مصر، درباره آتش‌بسی بشردوستانه در نوار غزه با مقامات مصری گفتگو کرد. منابع نشریه وال استریت ژورنال میگویند این ملاقات بی‌نتیجه بوده است. همصحبتان نشریه گفتند اسرائیل پیشنهاد دارد که در عوض آزادی 40 گروگان از اسارت حماس آماده است آتش‌بسی 1 هفته‌ای اعلان کند. نمایندگان حماس به میانروان مصری گفتند که پیش از شروع گفتگوها درباره سازش، اسرائیل باید حمله به نوار غزه را قطع و ارتشش را از آنجا بیرون برد. به اطلاع وال استریت ژورنال جانب اسرائیل گفته است عملیات جنگی را در نوار غزه بس نخواهد کرد. در جریان حمله حماس به اسرائیل روز 7 اکتبر 1200 اسرائیلی کشته، 240 تن دیگر اسیر گرفته شدند. وزارت تندرستی غزه میگوید در حمله های اسرائیل در بیشتر از 2 ماه اخیر 20,000 کس کشته شدند. پیشتر حماس 105 اسیر آزاد کرد و اسرائیل در نوبت خود 210 فلسطینی را از زندانهای خود رها ساخت. سال 2023 برای مهاجران تاجیک چگونه سال بود؟ آن هم در پس منظر افزایش ریدها و تفتیش و بازداشت و شکنجه ها. همکاران ما این موضوع را از مهاجران برگشته پرسیدند. از نافهمی‌هایی که نسبت حکومت روسیه نسبت مهاجران میکنه در حقیقت ناتوری است. برای عدالت بگیریم این رژیم پلیتیکا همین سیاست ناتوری میکنه. میشدن که همین وضعیتی همین آدمایی که در همین طرف کار میکنن و دیتاش مسئله پاتینت مسئله مثل اینا کارتیره همین قیمت شدن در سال 2020 خیلی عذابش من در خونه کی خیلی سرپویزه حجت چه میکنند یکون مقاماتی چه ارگان های همین وش
غم نمیکرد، شکایت نکرد از فرزند من. خیلی پول روی کنیشون کار کنن اگر روی کنن که نباشه هیچی. من بچه‌ام در آنجا 4 سال در سن پترزبورگ. ما موجودان میگم که سیاست با دیگه دولت‌های همین اروپا با طرف همون و پیش قدم دولت‌های پیش قدم رفتن نکرد. برای مهاجر رفتنیم که خدا در راه دور هم باشه، خدا در پرده اسمت نگاهشون داره و برای کارشون در چیز و عذاب نبینه. فقط صلح و امنی باشه. دیگه ترکستان پروری آل تاکیات و کروشون با بارور با برکت بیادن شوق رفتن سلامت با پیش پدر بزرگشون رو برگردن. همه وقت خوشبخت باشن، صاحبی خانه و در شون، پول شون، سالی و نوشون مبارک باشه. مهاجرات چی میگن؟ خدا وطنشون نصیحت داره و ساق سلامت رفتن، ساق سلامت در پیش فرزنداشون بیانه و همه خیلی زندگیشون رو دوام میکنن. در همین سال نوانده تبریک. پروردگار در کجای باشن، خدای تعالی نگاهشون کنن، عمر درازی با برکت، خواننده قرآن، جوانده ایمان بگردانشون. خیلی برای مهاجرا گفتنی هستم که شویشی کارشون تاید برای کارشون تاید هم وقت کارشون اومد کند شو خرسند باشن. سلامت صحت سلامت باشد. مهاجرا خواهش‌های نوشون در این سال میلادی باز بهتر شود. خداوند در کسب کارشون برکت خانه‌شون بیاد با حوض و چی خواهش‌های دارم خداوند برآورده خلق گردانه. همین خواهش‌های نیک میکنید. ما همه کنجا امانی را میخواییم. به 42 عائله پناهندگان افغانستانی در ولایت سوخت کمک یک دفعه ندادند. رستمبک احمدزاده مدیر جمعیت هلال احمر در ولایت سوخت به خبرگزاری سوخت نیوز گفته است به هر عائله 1190 سومانی یا حدود $110 مبلغ دادند. مبلغ کمک در عموم قریب 50,000 سومانی بوده است. احمدزاده گفته است هدف از رساندن کمک یک دفعه نه بهتر کردن زندگی افغانستانی هایی است که با سبب جنگ مجبور شدند از کشور خود فرار کنند. در تاجیکستان حدود 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرند. برخی از آنها از نبودن کار در تاجیکستان شکایت دارند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 دکبر را فرا میگیرد. شب 21 و 22 دکبر در تاجیکستان و جهان فارسی زبان چون شب یلدا جشن گرفته می شود، چون این طولانی ترین شب سال می باشد. شبی که در گذشته از مهمترین جشن های مردم آریایی نژاد به حساب می رفت و در قطار سده، مهرگان، نوروز و چهارشنبه سوری جشن گرفته می شد. تاریخ شناسان می گویند جشن شب یلدا را امروز بیشتر کشاورزان تاجیک تجلیل می کنند. 22 دکبر سال 2016 در کودکس جنایی تاجیکستان اولین بار جزای نو جاری شد که برای سفید کردن تروریسم نام گرفت. از 5 تا 10 سال زندان به آنها تهدید میکند که به قول مقامات از راه شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها عمل‌های افراط‌گرایانه و تروریستی دیگران را دستگیری میکنند. این بند قانون از آن جهت مورد انتقاد گردید که دستی مقامات برای جزا دادن نفرانی که نظری خود را درباره درستی یا نادرستی حکم دیگر محکوم شده ها از روی این ماده نشر میکنند دراز شد. 22 دکبر سال 2019 چهارشنبه علاوه آوازخوانی جوان تاجیک در موسم اول آزمون منطقوی سنترال ایژیا's Got Talent پیروز شد و $26,000 جایزه اساسی آزمون را صاحب شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی کم پایان رفته. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089,090 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. از همه شما دعوت میکنیم که در روزهای استراحت برای گرفتن آخرین خبرها به سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org مراجعت کنید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوشخواهانه.